سلام دوستان، نظری دوست هستم، مدیر خانه معرق سبز. میخوام امروز شما رو با ابزارهای معرق‌کاری خصوصا کمان اره و تیغ اره آشنا کنم. میخوام بهتون طوری آموزش بدم که کمان رو خوب بشناسید، خوب قطعاتش روش سوار کنید، تیغ رو بشناسید و بتونید تیغ رو به کمان ببندید. خب کمان اره های مویی ما اینجا هستش الان که ما اینجا دو مدل کمان اره رو می‌بینیم، یکی کمان لوله‌ایه، یکی کمان تسمه‌ایه. هر دوتا کارشون رو درست انجام میدن. یه عده دوست دارن تسمه‌ای رو استفاده کنن، یه عده دوست دارن کمان لوله‌ای استفاده کنن. هر دوتا قادر به این هستن که تیغ اره رو نگهداری کنن در خودشون و عملیات برشکاری برای ما آسان‌تر کنن، راحت‌تر کنن. همشون بدون استثنا یه خم اینجا دارن، یه طولی دارن که بتونه چیکار بکنه، بتونه اون عرض کامل رو برای ما ایجاد کنه که بتونیم برشکاری کنیم. و همه اینها نگهدارنده هایی دارن که به عبارتی بهشون میگن فک، که بتونه این فک ها تیغ رو نگهداری کنه، در خودش نگهداری کنه. و این کمان ها چون حالت فنری دارن به این راحتی به هم نزدیک نمیشن و همین قدرت فنری بودنشون باعث میشه که تیغ با قدرت خوب نگهداری بشه و از جاش تکون نخوره. خب کمانی که از بازار تهیه کردیم به این صورت به دست ما میرسه که آماده کار نیست. ما اینو میخوایم آماده کار کنیم. فک این ور با پیچ مورای خروسکیش آماده کار هستن، ولی این طرف هنوز سمت خودش نیست. پس ما چیکار میکنیم؟ پیچ مورهای که روی کمان نصب شده رو باز میکنیم. حواسمون باشه، ببینید این پیچ به این صورت افتاده از پشت داخل، این واشر این روی و این قطعه که تا این ور بود الان میفته این وری، یعنی از اینجا ما این رو میذاریم داخل کار. این پیچ رو از این سوراخ رد میکنیم تا بیاد بالا. الان مهره رو که ببندیم کمانمون آماده تازه کار میشه که بتونیم تیغ رو روش ببندیم.